در سرزمین فلسطین میبینیم که آه و ناله مادران از فراق فرزندانشان به آسمان ها تنین انداز شده است. مادران از فراق فرزندانشان میسوزند و فرزندان تکه تکه شده خود را به آغوش میکشند و طفلان معصوم مادران مرده خود را پستان آنها را میمکد و گاهی به عوض پستان مادران تیر دشمنان را نوش میکنند. آیا این همه حوادث، این همه مشکلات این پیام را برای ما نمیدهد؟ ای امت اسلامی بیدار باش، بگذار تعصبات قومی خود را، بگذار نجات پرستی خود را، بگذار زبان پرستی خود را، بیا دست هم بدهیم به داد فغان امت اسلامی، به داد فغان خواهران و مادران خود برسیم. وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في تنزيله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل تحت راية عمية يغزب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمته. رواه مسلم و هذا حدیث صحیح. قبل از همه سلام و عرض ادب دارم به خدمت هیئت داوران عزیز و شما قافله سران علم و ادب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سروران عزیز، میخواهم در این لحظه مختصر در رابطه با یک آفت لعب به سخن بگشایم. بیشترین عوامل شکست مسلمانان در آن نهفته است. میخواهم در این لحظه موجز بر خدمت شما آفت و مصیبت را معرفی بکنم. امتهای اسلامی را از هم جدا نموده و اونها را پارچه پارچه نموده است. آفت که آتش اختلافات، رقابت، تضاد، حتی جنگ و خونریزی را به ارمغان آورده است و امتهای اسلامی را از هم جدا نموده و در مقابل سایر امتها خار و زبون گردانیده است. این آفت هیچ چیز شده نمیتواند جز تعصبات قومی و نژادی. سروران عزیز، تعصبات قومی و نژادی پدیده شم میراث مردان عصر جاهلیت بود است. دوستای عزیز، اگر ما نگاهی کوتاه در تاریخ قبل از اسلام بیاندازیم در میابیم که تنها یهودیان نبودند در تعصبات قومی و نژادی دنبال رو شیطان باشند، اما این لکه ننگین در پیشانی عربهای عصر جاهلیت نیز وجود داشت. بله دوستای عزیز، آنچنان در اثر تعصبات قومی و نجات پرستی با هم جنگیدن حتی از مردگان یکی دیگر قبرها و تپه های بلند ساختند و در اثر آن بر گورستان ها رفتند و مردگان یکی دیگر را به رقابت قومی شمارش میکردند. اینجاست که الله متعال به عنوان درس و عبرت به من و شما بیان میکند. بسم الله الرحمن الرحیم: الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیاده روی و فخر فروشی شما را غافل و سرگرم نمودن تا جایی که از گورستان ها بازدید نمودگین و مردگانتان را به رقابت یکی دیگر شمارش کرده این. بله دوستای عزیز، داستان غم انگیزه که در میان اقوام قریش به خاطر گذاشتن حجر الاسود قرار بود اتفاق بیفتد. این داستان نشان میدهد که تعصبات قومی و نجات پرستی در رگهای آنها موج میزد، فکرهای آنها را مسلط کرده بود. هر یک از آنها ادعا داشتند که اسود را بر مکان اصلی خود بگذارند
و این افتخار رأسان خود بسازند تا جایی که این اختلافات بالا رفت هر یکی از آنان دست به کاسه خون بردن و قسم یاد کردن اگر خون ما هم ریزانده بشه ما حاضر نیستیم که از این کار دست برداریم. ولی دوستای عزیز اینجا بود که الله متعال این کیننگین این فتنه بزرگ را با تدبیر و درایت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به ناکامی کشانید. بله دوستای عزیز پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که به پیامبری مبعوث می شوند خودشان را در میان اقوامی می یابند تعصبات قومی و نژادی همانند خون در رگهای آنها موج می زد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به خاطر از بین بردن این خط سیاهی که در صفحه فکر آنان بود شبها روزها را با رنج و مشکلات مواجه شده بودند. اونجاست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با قاطعت جدی در مقابل آن استا شد و بر علیه آن مبارزه کرد و از انسان قومگرا اعلان بیزاری کردند. فرمودند و من قتل تحت رایت عمیت یغضب للعصبة و یقاتل للعصبة فلیس من امته. فرمودن هر فرد که در زیر پرچم عصبیت خشم بردارن و در اثر آن به جنگ دعوا بپردازند و در زیر این پرچم کور و بیهویت کشته شوند از امت ما نیست گویان اعلان بیزاری کردند. بله دوستای عزیز تعصبات قومی و نژادی چه ضررهایی در جامعه ما دارند؟ جامعه‌ای که بجای اتفاق و اتحاد خود تعصبات قومگرایی بجای همکاری جز ظلم و بی‌عدالتی را در پی داشته باشد چگونه می شود که در اوج شکوفایی برسد و بساط امنیت از آن جامعه برچیده می شود چی بسا جویبارهای خون مواجه می شود. بنابر قول علامه ندوی می فرمایند چنین جامعه قبل از اینکه دشمنان در پی نابودی او باشند و خودش کمر بر نابودی بسته و تیشه بر ریشه خود زده است. بله دوستای عزیز متاسفم امروز در جامعه امروزی می نگریم مسلمان ها در آغاز تاریخ چه بسا جای افتخار زندگی می کردن با محبت و الفت زندگی می کردن اما در اثر دسیسه های دشمنان اسلام آنها از اسلام فاصله گرفتن آنها از دین اسلام فاصله گرفتن به جان یکی دیگر افتادن. امروز مثال زنده در سرزمین فلسطین می بینیم که آه و ناله مادران از فراق فرزندانشان به آسمان ها تنین انداز شده است. مادران از فراق فرزندانشان می سوزند و فرزندان تکه تکه شده خود را به آغوش می کشند و طفلان معصوم مادران مرده خود را پستان آنها را می مکد و گاهی به عوض پستان مادران تیر و دشمنان را نوش می کنند. آیا این همه حوادث این همه مشکلات این پیام را برای ما نمی دهد؟ ای امت اسلامی بیدار باش، بگذار تعصبات قومی خود را، بگذار نجات پرستی خود را، بگذار زبان پرستی خود را، بیا دست هم بدهیم به داد فغان امت اسلامی، به داد فغان خواهران و مادران خود برسیم. بله دوستای عزیز اینجاست که علامه اقبال چه زیبا می فرماید نه افغانیم و نه ترک و نه تتاریم چمنزاریم از یک شاخساریم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرونده یک نوبهاریم. خلاصه در نتیجه می توان گفت تعصبات قومی جز پاشیدن تخم و نفاق و بی اتفاقی در جامعه اسلامی چیز دیگر را در پی ندارد. دوستای عزیز امت اسلامی را ضعیف و زبون نموده است و دشمنان را بر علیه آنان قوی و مسلط گردانی است. تعصبات قومی همانند لانه های شیاطین که مرزهای نجات پرستی را پررنگ کرده است. دوستای عزیز برای تک تک من و شما لازم است خودمان را از زیر چنین لفافه اختلافات قومی و نژادی و زبانی
پرهیز بکنیم، ذهن افکارمان را از این بوی بد پاک نگه بداریم تا بتوانیم ساختمان امت اسلامی را با پای تکمیل برسانیم. از این بیشتر مزاحم اوقات شما نمیشوم و آخر دعوانا محمد افتخار آفرینش، جهان معرفت دریای بینش.